درود بر کوروش بزرگ. مرد حسابی، این چه استوریه که زنت منتشر کرده؟ چرا صورتتو گذاشته رو عکس من؟ چیو میخواین ثابت کنین؟ چرا هی خودتون رو به من میچسبونید؟ من تا زنده بودم دنبال بزرگ کردن عزت و عظمت این سرزمین بودم، اما شما چی؟ اون از بابا بزرگت که آراراتو بخشید به ترکا، دشت ناامید و سرچشمه‌های رود هیرمند رو داد به افغان‌ها و الان مردم من در سیستان آبی ندارن که بخورن. اونم از بابات که بحرین رو داد رفت. از اون روزی که اومد بالا سرم و گفت کوروش آسوده بخواب، دیگه من خواب راحت نداشتم. حالا تو اومدی میخوای میراثدار امپراتوری من باشی؟ اونم با همدستی اونایی که به ایرانمون حمله کردن؟ تو تنها جایی که میتونی پادشاهش باشی صفحه اینستاگرامته. من اگه میدونستم یهودیایی که آزاد میکنم روزی به کشورم حمله میکنن، میذاشتم همونجا توی بابل زیر دست بخت و نصر بپوسن. در ضمن من این همه اقدامات شاخص داشتم، حتما باید روز آزادی یهودی‌ها رو روز من میذاشتید؟ اهورامزدا به کمر هر دوتون بزنه. غلط کردیم